در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان روز 1 مارس مقامات بلندپایه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و یا اکو برگزار شد و ضمن آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواست همکاری‌های اقتصادی در منطقه بیشتر شود. با سازمان اکو تاجیکستان و افغانستان و ایران و پاکستان، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شاملند. درباره نشست امروزه در اسلام آباد صحبت داریم با محمد امین مدقق، مدیر رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی. آقای مدقق، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً در نشست امروزه میگفتید که رهبران کشورها و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو راجع به کدام موضوعها صحبت کردند و تمرکز سر کدام مسائل بود؟ در نشست امروزی روی موضوعات مختلف بحث شد، ولی 3 موضوع خیلی برجسته بود که از میان موضوع امنیت بود، همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های تجارتی و مبارزه با مواد مخدر. در بخش موضوعات همکاری‌های امنیتی تاکید بیشتر از طرف رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت، چنانچه اونا گفت که اگر ما می‌خواهیم به پیشرفت اقتصادی دست یابیم باید همکاری‌های امنیتی خود در بین خود زیاد کنیم و اونا گفتن که متاسفانه افغانستان نمیتونه به تنهایی با خطر تروریسم و بنیادگرایی مقابله کنه، بنابراین همه کشورهای عضو باید در این مبارزه سهم بگیره. و در بخش همکاری‌های اقتصادی و روابط تجارتی چنانچه شما فرمودین رئیس جمهور تاجیکستان و صدر اعظم پاکستان نواز شریف خیلی در این قسمت تاکید کردند، اما متاسفانه مشکل این کنفرانس و کنفرانس های دیگه منطقه‌ای مثل سارکی است که همه چیز در لفظ میماند، یعنی واقعیت ها دیگر است. واقعیت ها چیزی دیگر است. چنانچه شما میبینید افغانستان به مسابقه کشور قلبی آسیا و به مسابقه کشوری که روابط مهم اقتصادی بین پاکستان و آسیای میانه از این راه میشه، یعنی یک پل بسیار مهم بین آسیای میانه و پاکستان است، اما متاسفانه از 15 روز به این طرف راههای که از پاکستان به افغانستان می بند است، یعنی سرحد بین افغانستان و پاکستان به دلایل امنیتی و به دلایلی که شاید هم حکومت ملکیش نخواهد از طرف نظامیه بند است و در نتیجه تمام تجارت بین افغانستان و پاکستان و تمام تجارت بین افغانستان و تاجیکستان که از این راه صورت میگیره و ازبکستان بند است. عین مشکل ما در سازمان سارک داریم که در اونجا هم در الفاظ با تحکیم روابط، با توسعه روابط و با انکشاف تجارت صحبت میشه، ولی این هیچگاه اجازه نمیده و پاکستان هیچگاه اجازه نمیده که از طریق هند مالایش بیاید و به این ترتیب قیوداتی از طرف هند هم وضع است. یعنی رقابت های منطقوی غالب میشه بر چیزایی که در این کنفرانس بحث شده و همچنان سر مواد مخدر تاکید بیشتر هم کشورهای تاجیکستان و کشورهای منطقه داشت، ایران. و واقعا ضمن برگزاری نشست ما گزارش ها گرفتیم که در کابل امروز ترکش قوی بود و تیراندازی ها به گوش می رسیدن و افغانستان هم در گذشته پیوسته گفته است که این عمل ها در پاکستان از طرف آنهای طرح ریزی میشن که اونجا پناه یافتن جنگجویان منظورم. اینجا هیچ صحبت راجع به حادثه امروز بود یا ترکش بعد از اون؟ حادثه امروز تقریبا بعد از اینکه این کنفرانس ختم شد با میان آمد، ولی رئیس جمهور ترکیه و در ضمن رئیس جمهور ایران و تمام سخنرانان به تاکید داشتن، همچنان نماینده افغانستان که سفیر افغانستان و نماینده رئیس جمهور است، اونا هم تاکید داشتن تا زمانی که ما در قسمت امنیت با هم همکاری نکنیم، در زمانی که امنیت به کشورها نبیاید رشد اقتصادی ناممکن است و مخصوصا رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان زیادتر به این موضوع تاکید کرد. شما ببینید وقتی که در بین دو کشورها جنگ باشه، در سایه جنگ نمیتونه قافله‌های تجارتی بین کشورها رفت آمد کنه. بنابراین یک مانع بسیار بزرگ است، نبود امنیت یک مانع بسیار بزرگ است که بین دو کشور وجود داره و به عین ترتیبی که راهها امروز از طرف پاکستان یک طرفه بند است، حکومت افغانستان همیشه چی کرده به اصطلاح باید تاکید کرده که ریشه های تروریسم و ریشه های ناامنی این کشور در پاکستان است و طالبان در اونجا پناه جسته و نبود امنیت در افغانستان متاسفانه باعث میشه که از چندین طرف
همکاری اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیره. راههایی که از طرف ترکمنستان با تاجیکستان میآید، راههایی که از طرف ایران به آسیای میانه میآید و پایپلاین تاپی که سالها منتظر است که از ترکمنستان بیاید به پاکستان، این همه در نتیجه نبود امنیت این پروژه های بسیار مهم متوقف است. و نتیجه چی بود؟ قرار مشخص، اعلامیه مشخص در پایان نشست قبول شد؟ اعلامیه مشخص ما قسمی که قبلا گفتم در الفاظ قبول شد. گفتن که در بین کشورهای منطقه باید راههای زمینی، راههای هوایی، حتی مسائل گردشگری توسعه پیدا کنند. ولی چطور؟ در حالی که 15 روز میشه عملا امیالی هم سرحدات بسته است و امیالی هم ناامنی است. امیالی هم در قسمی که شما پیشتر گفتین در کابل جنگ است و این کارها اقدامات عملی میخواد. همه سالا این کنفرانس ها میشه و چیزهای تصویب میشه ولی در عمل مشکل جای دیگر است. مشکلی است که کشورهای ملکی، ببخشید حکومت‌های ملکی مخصوصا در پاکستان ادارات ملکی قدرت نداره. تمام مسائل نظامی ها و نظامی ها در این کنفرانس نیستن. خوب، تشکر. محمد امین مدقق، مدیر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر آقای مدقق.